به کانال فارسی باز خوش اومدین. یکی از ویژگی هایی که به موجودات مختلف قدرت رویارویی با مشکلات رو میده سیستم دفاعی بدنی اونهاست. سمهای مختلف و یا پنجه های کشنده از جمله مهمترین سیستم های دفاعی هستند. البته این رو هم باید بدونید که برخی از حیوانات سیستم های بسیار ساده و عجیبی دارن که بد نیست برخی از اونها رو به شما معرفی کنم. پس در ادامه با من همراه باشید. مورچه انفجاری یکی از شیوه های بسیار عجیب برای دفاع کردن در میان حیوانات مخصوص مورچه انفجاریه که بیشتر در مالزی دیده میشه. این مورچه بدنی بزرگ همراه با دونه های انفجاری داره که باعث میشه با احساس کردن خطر خودش رو منفجر کنه. البته این انفجار همراه با خارج شدن ماده‌ای سمیه که میتونه انسانها رو کمی گیج و البته حیوانات کوچکتر رو بکشه. سمندر آبی مراکش. سمندر آبی مراکش سیستمی بسیار ساده اما خطرناک و عجیب داره. او با احساس کردن کمترین خطری تمام استخوان‌های بدنش رو از پوستش عبور میده و همه اونها رو وارد بدن دشمن میکنه. این استخوان‌ها بسیار تیز و کشنده هستند و نکته جالبتر اینه که سمندر آبی با انجام چنین کاری خودش هیچ دردی رو احساس نمیکنه. در طبیعت تا به حال حیوانات بسیار زیادی بودند که به دست این سمندر آبی کشته شدند. اختاپوس جاپتلا. در اعماق 600 تا 1000 متری اقیانوس‌ها اختاپوسی کوچک زندگی میکنه که سیستم دفاعی جالبی داره. او میتونه در عرض 1 ثانیه و با احساس خطر خودش رو نامرئی کنه. نامرئی شدن اختاپوس باعث میشه تا دیگه دیده نشه و حتی ماهی هایی که از خود نور تولید میکنند اونو دیگه نمیبینن. این اختاپوس البته اگه باز هم دیده بشه سریع خودش رو به رنگ های مختلف در میاره تا بار دیگه بتونه در دل دریا ناپدید بشه. کرکس ترکیه یکی از بدترین و البته کثیف‌ترین سیستم‌های دفاعی در بدن کرکس ترکیه قرار داره. کرکس ترکیه هر وقت احساس میکنه مورد حمله قرار گرفته تمامی موادی که در بدن و شکمش وجود دارند رو روی شکارچی خارج میکنه و اما با این کارش هم باعث به هم خوردن حال شکارچی میشه و همین که وزن کرکس سبکتر و پرواز اون سریعتر میشه و اما در آخر خیار دریایی. بسیاری از جانورشناسان بر این اعتقاد هستند که بدترین و حال به هم زن‌ترین سیستم دفاعی در خیار دریایی قرار داره. این موجود عجیب هر وقت احساس خطر میکنه سریع تمامی اعضای داخلی بدنش رو به سمت دشمن پرتاب میکنه. این در حالیه که بدن او سمی نیز به همراه داره که ممکنه هر موجودی رو از پا در بیاره. البته نکته جالب اینجاست که بعد از این حرکت زنده میمونه و تقریباً 6 ماه طول میکشه تا بار دیگه بدنش قسمت‌های از دست رفتش رو بازسازی کنه. تا ویدئوی آینده بدرود.